کارشناسان بینایی سنجی خدمات مهمی را برای شما و خانواده شما فراهم می‌آورند و به شما برای نگهداری و حفظ سلامت چشمانتان کمک می‌کنند. کارشناسان بینایی سنجی می توانند دید چشمان شما را چک کرده و ببینند که آیا چشمان شما سالم هستند. شما می توانید هر زمانی که خواستید با کارشناس بینایی سنجی وقت بگیرید و برای این کار نیازی به گرفتن وقت ملاقات اولیه با پزشک خود ندارید. بینایی سنجایی که عینک یا لنز را تهیه می کنند، توصیه‌های لازم را در مورد آنها به شما می دهند. آنها خود کار تنظیم و فروش را نیز بر عهده دارند. اپتومتریست ها یا همون عینک‌سازها و کارشناسان بینایی سنج هر دو در عینک‌سازی و عینک فروشی کار می کنند. در اکثر شهرها تعدادی از این افراد وجود دارند و بعضی از آنها را می توان میان فروشگاه ها دریافت کرد. اکثر آنها خدمات بیمه خدمات درمانی NHS را ارائه می دهند و کار فروش و تنظیم عینک را بر عهده دارند. این پرکاش است. او مشکل بینایی دارد. وی می تواند نزد کارشناس بینایی سنجی بیمه خدمات درمانی NHS در اسکاتلند رفته و دریابد که مشکل چشمانش چیست و در عین حال می تواند در صورت نیاز نسخه ای را برای گرفتن عینک بگیرد. اگر شما ساکن بریتانیا هستید، در اسکاتلند می توانید به صورت رایگان معاینه چشم شوید. شما می توانید در خیابان اصلی شهر خود دفترچه تلفن و یا با تماس با خدمات درمانی 24 ساعته NHS 24 به شماره 0800 22 44 88 یا تکست فون 18 201 0800 22 44 88 یک کارشناس بینایی سنجی و محل کار وی را پیدا کنید. شما نیاز ندارید که خود را نزد وی ثبت کنید، ولی برای معاینه چشم تحت بیمه خدمات درمانی باید وقت معاینه بگیرید. بعضی از این افراد همه روزه شامل شنبه ها و یک شنبه ها کار می کنند. پرکاش یک کارشناس بینایی سنجی می یابد و با دوست خود برای گرفتن وقت ملاقات می رود. در محل کار این افراد از شما سوالاتی می کنند تا اطلاعاتی درباره شما کسب کنند. به عنوان مثال نام شما، آدرس، تاریخ تولد، تاریخچه پزشکی خانوادگی شما و هر گونه مشکل چشمی که شاید داشته باشید. این کارشناس سوالات خود را هنگام دادن وقت ملاقات و یا روز ملاقات از شما خواهد کرد. اگر نیاز به مترجم دارید، باید هنگام گرفتن وقت ملاقات به آن اشاره کنید. در صورتی که مترجم زن یا مرد ترجیح می دهید، می توانید آن را نیز مشخص کنید. اواخر همان هفته پرکاش سر وقت خود برای وقت ملاقات حاضر می گردد. کارشناس بینایی سنجی از وی می خواهد که برای معاینه چشمش بیاید. هر سوالی که در زمینه معاینه چشم دارید بپرسید. اگر معایناتی هست که شما مایل نیستید انجام گیرد، به بینایی سنج بگویید. شما می توانید هر بخشی را که دوست نداشته باشید انجام ندهید. بعد از معاینه چشم پرکاش، کارشناس بینایی سنجی با وی درباره نتیجه معاینه صحبت کرد. چشمان وی سالم هستند، ولی وی نیاز به عینک دارد. کارشناس بینایی سنجی به وی نسخه می دهد که می تواند از عینک سازی، عینک و یا کانتاکت لنز بگیرد. اگر پرکاش نیاز به درمان پزشکی داشت، بینایی سنج ترتیبی میداد که چشمان وی در بیمارستان توسط متخصص معاینه شود. آنها همچنین پزشک عمومی پرکاش را از این امر مطلع می کنند. معاینه چشم تحت بیمه خدمات درمانی NHS رایگان است، ولی اکثر افراد باید هزینه عینک یا کانتاکت لنز خود را بپردازند. البته بعضی از این افراد می توانند در این زمینه کمک بگیرند. این افراد یک کوپن می گیرند که می توانند برای پرداختن هزینه‌های عینک یا کانتاکت لنز خود از آن استفاده کنند. اگر این هزینه بیش از ارزش آن کوپن باشد، شما باید خود آن تفاوت را بپردازید. در زمینه این هزینه‌ها توضیحات بیشتر در فیلم قسمت مقدمه وجود دارد. چند روز بعد از معاینه چشم تحت بیمه خدمات درمانی، پرکاش عینک جدید خود را تحویل می‌گیرد و می‌تواند دوباره به خوبی ببیند. لطفاً به یاد داشته باشید که
بینایی سنج‌ها بیمه خدمات درمانی NHS می توانند برای محافظت از سلامت چشمانتان به شما کمک کنند. شما نیازی به ثبت کردن خود نزد آنها ندارید. بالغین می توانند معاینه چشم رایگان از هر 2 سال یک بار دریافت کنند. بعضی از افراد در زمینه هزینه عینک یا لنز خود می توانند از کمک‌های مالی استفاده کنند.